این خلاصه کتاب رو از ویژن میشنوید. از دلت مایه بگذار. چگونه استارباکس شرکتی را با روی هم گذاشتن تک تک فنجان‌ها تأسیس کرد. نویسنده هاوارد شولتز و دوری جونز یانگ. گوینده نسترن نجاران. چه چیزی یک فنجان قهوه را فوق‌العاده می‌کند؟ به گفته ی مدیرعامل استارباکس، قهوه فروشی‌های استارباکس بسیار مشهور و موفق هستند. زیرا او همیشه استانداردهای بالایی برای محصولات و همچنین محیط کار دارد. داستان استارباکس نشان می‌دهد که موفقیت یک کسب و کار به اصالت محصول آن بستگی دارد و اصولی همچون تجدید برند و استراتژی قوی برای رشد یک تجارت ضروری است. در این خلاصه شما یاد می‌گیرید که چطور شیر کم چرب استانداردهای بسیار بالای استارباکس را تهدید کرد. چرا هزینه کردن بیشتر از دارایی خود ممکن است ایده بدی نباشد؟ و چگونه یک آزمایش در سال 1988 تجربه بستنی با طعم قهوه را ممکن کرد. نکته اول، موفقیت در تجارت از فروش محصولی با کیفیت به دست می آید. اگر از استارباکس حرف بزنید، به احتمال زیاد همه می دانند که درباره چه چیزی صحبت می کنید. شما استارباکس را به عنوان تجارتی موفق می شناسید. اما آیا به اینکه چگونه شکل گرفته است فکر کرده اید؟ راز موفقیت استارباکس برای بنیانگذارش هاوارد شولتز آنچنان پیچیده نیست. موفقیت این برند در اصالتش نهفته است که با فروش قهوه با کیفیت بالا به آن دست یافته است. ویژن. در سال 1981 استارباکس یک فروشگاه خرده فروشی کوچک بود. این قهوه به سبک ایتالیایی برشته و به رنگ تیره فروخته میشد که امروز ممکن است همه جا وجود داشته باشد، اما در آن زمان هنوز جدید بود. با برشته شدن قهوه تا حد تیره شدن، قهوه سنگین می شود، عطرش بیشتر می شود و طعم خاص قهوه ایتالیایی را دارد. استارباکس هرگز کیفیت دانه ها را کم نکرد و به دلیل طعم عالی و برشتگی و تیره بودن قهوه هایش که بنیانگذارانش بسیار دوست داشتند شهرت یافت. به دلیل تصمیمات تجاری اولیه خوب، از همان ابتدا احساس اصالت غیر قابل انکاری درباره استارباکس وجود داشت. این شرکت در شرایط سخت تا به امروز هم به با کیفیت بودن قهوه خود پایبند بوده است. در سال 1994 قیمت قهوه در بازار جهانی از 80 صدم دلار به $2.74 و در عرض چند روز به بالاترین سطح خود رسید و دلیل این اتفاق یخبندانی بود که بسیاری از گیاهان قهوه برزیل را نابود کرد. ویژن. در طول این بحران قهوه بسیاری از سهامداران پیشنهاد دادند که دانه‌های ارزان‌تر بخرند که قیمت یک فنجان قهوه را ثابت نگه دارند. اما استارباکس تمایلی نداشت که از کیفیت خود کم کند و تا جایی که میتوانست قهوه را با بهترین کیفیت ارائه میداد و در مقابل هزینه‌های دیگری را کاهش داد تا بتواند دانه‌های قهوه را با قیمت بیشتری خریداری کند. وقتی بازار جهانی قهوه بهبود یافت، استارباکس پایگاه مشتریان قوی تری داشت، زیرا کیفیت آن همواره بالا ماند. نکته دوم، برای موفق شدن در تجارت باید سرسخت باشید. طبق چیزی که در بخش قبل یاد گرفتیم، استارباکس به شیوه‌های تجاری سازش ناپذیر پایبند است. به نظر شما چه نوع شخصیتی بنیانگذار آن است؟ ویژن. احتمالاً می‌دانید باید شولتز را فردی سرسخت توصیف کنید. این در واقع همان چیزی است که هاوارد را در وهله اول به بخشی از استارباکس تبدیل کرد. در سال 1981 شولتز بعد از چشیدن قهوه‌ای عالی در فروشگاه خود می‌دانست که می‌خواهد رئیس بازاریابی در فروشگاه‌های خرده فروشی استارباکس شود. بنیانگذار اصلی جری بالدوین نیز به استخدام او علاقه‌مند بود. اما دیگر شرکای او فکر می‌کردند که شولتز ایده‌های جدید زیادی دارد و قصد دارد تغییرات زیادی ایجاد کند. بنابراین بالدوین شولتز را استخدام نکرد. ابتدا شولتز ناامید شد،
اما از آنجایی که مصمم بود به استارباکس بپیوندد، روز بعد تصمیم گرفت و به بالدوین گفت که اشتباه بزرگی مرتکب شده است. بالدوین بعد از اینکه در مورد حرفهای شولتز فکر کرد و اصرار او را دید، کار را به او پیشنهاد کرد. عدم تمایل اولیه استارباکس به استخدام او تنها مانع موجود نبود. بعدها به دلیل اختلاف نظر در مورد توسعه نام تجاری از شرکت رفت و کافی شاپی به نام جیورناله را افتتاح کرد. او با جمع‌آوری پول در طول 1 سال سرمایه گذاریش به 242 سرمایه گذار معتبر پیشنهاد داد و 217 بار نشنید. در مواجهه با رد شدن از طرف سرمایه گذاران لجبازتر شد. او به جذب سرمایه گذاران ادامه داد تا اینکه سرانجام توانست کافی شاپ خود را افتتاح کند و در نهایت کافی شاپ او آنقدر موفق شد که استارباکس را خرید و آن را به یک شرکت میلیارد دلاری تبدیل کرد. از این داستان 2 نکته میتوان برداشت کرد. 1. تجارت همیشه موانعی را به همراه خواهد داشت. 2. نگرش سرسختانه کلید غلبه بر موانع است. با این حال امکان موفقیت‌های بیشتری وجود دارد. ویژن. در ادامه کتاب با ما همراه باشید. نکته 3. اعتمادسازی میان کارمندانتان بسیار حیاتی است. خواندیم که هنگام برخورد با کسانی که در بالای زنجیره غذایی قرار دارند، لجبازی به صرفه است. اما در مورد کسان دیگری که برای کسب و کار شما حیاتی هستند، باید در جای دیگری تمرکز کنید و یک رابطه بر پایه اعتماد با کارمندان خود ایجاد کنید. ویژن. تیم مدیریت استارباکس سخت کار کرده است تا این اعتماد را تقویت کند. این بازخورد در شعار شرکت نیز دیده می شود. با مردم مانند خانواده رفتار کنید. آنها وفادار خواهند ماند و تمام تلاش خود را می کنند. خانواده استارباکس مزایای عالی دریافت می کنند و حتی به کارمندان پاره وقت هم گزینه خرید سهام دانه قهوه پیشنهاد می شود تا آنها هم شریک باشند. همچنین کارمندان تشویق می شوند که نظرات خود را در دور همی هایی که منبع بازخورد ارزشمندی است و هر 3 ماه 1 بار برگزار می شوند بیان کنند. به عنوان نتیجه اعتماد زیادی بین مدیریت و کارکنان وجود دارد. کارگران استارباکس در واقع آنقدر از شرکت خود رضایت دارند که از سال 1992 از حضور در اتحادیه‌ها امتناع کردند و این بیانیه را بیان کردند. شما به ما اعتماد کردید و اکنون ما به شما اعتماد می‌کنیم. واضح است که اگر کارمندان شما به شما اعتماد کنند، مدت زمان بیشتری با شما خواهند ماند. اما آیا می دانستید که این می تواند رابطه مشتری ها را با شما نیز بهبود ببخشد؟ ویژن. به عنوان مثال استارباکس نرخ تعدیل کارمند کمتری نسبت به سایر فروشگاه‌های خرده فروشی مشابه دارد. تا 65% در مقایسه با 400% در سال. تعدیل نیروی کم به آن معنی است که کسب و کار در زمان و هزینه برای آموزش نیروهای جدید صرفه‌جویی می کند. بسیاری از مشتریان دائمی علاقه دارند که باریستاها آنها را بشناسند و با این جمله بهشان خوش آمد بگویند. همون همیشگی؟ این آشنایی به مشتریان یک ارتباط قوی با نام تجاری استارباکس می دهد. ارتباطی که باعث می شود آنها دوباره برگردند. ما می توانیم ببینیم که برای استارباکس اعتماد مانند یک محصول ارزشمند است. نکته 4. یک تجارت خوب نیاز به ارزش‌های بالا دارد. همه ما ممکن است دوستانی داشته باشیم که ارزش‌های خود را از روی هوس تغییر می‌دهند و به دنبال آخرین مدها و روندها هستند. ممکن است بتوانید این رفتارها را تحمل کنید، اما اگر کسب و کار شما هفته به هفته اصول اصلی خود را تغییر بدهد چطور؟ ویژن. نه کارمندان و نه مشتریان آن را برای طولانی مدت تحمل نخواهند کرد. به همین دلیل بسیار مهم است که یک تجارت بر ارزش‌هایی پایبند باشد. همانطور که می‌دانیم ارزش اصلی استارباکس اصالتش است. بنابراین جدی گرفتن این اصل گاهی به معنای رد درخواست مشتری خواهد بود.
برای مثال، زمانی که دانه‌های قهوه طعمدار در دسترس قرار گرفت، بسیاری از مشتریان دانه‌هایی را که می‌توانستند در فروشگاه‌های دیگر پیدا کنند درخواست کردند. با این حال استارباکس تا به امروز از تولید آنها خودداری می‌کند. زیرا آنها نمی‌خواهند دانه‌های قهوه کیفیت بالای خود را با مواد شیمیایی طعم دهنده آلوده کنند. این مسئله تا جایی ادامه پیدا می‌کند که پرسنل استارباکس دانه‌های شرکت‌های دیگری را برای شما آسیاب می‌کنند، اما دانه‌های قهوه طعمدار را در آسیاب‌های خود آسیاب نمی‌کنند. زیرا ممکن است آثاری از مواد شیمیایی باقی بماند و قهوه‌های دیگر خودشان را آلوده کند. به این ترتیب ارزش‌ها در استارباکس به قدری مهم هستند که گاهی اوقات لازم است درباره موضوعاتی که در ابتدا کاملاً بی اهمیت به نظر می‌رسند بحث‌های طولانی داشته باشیم. هنگامی که استارباکس شروع به دریافت درخواست مشتری‌ها برای شیر کم چرب کرد، جنجال‌ها شروع شد. مجدداً این مسئله اصالت دیدگاه‌های استارباکس را نشان می‌دهد و به طور گسترده یک قهوه لاته تنها با استفاده از شیر پرچرب می‌تواند قابل قبول باشد. اما از طرف یکی دیگر از ارزش‌های مهم در استارباکس برآورده کردن خواسته‌های مشتریان است. بنابراین استارباکس با یک دوراهی روبرو شد. این شرکت که تمایلی نداشت هیچ یک از این دو ارزش را به خطر بیاندازد، آزمایش‌های گسترده‌ای را روی محصولات کم چرب انجام داد تا مطمئن شود طعم اصلی آن قربانی نمی‌شود. لاته کم چرب تنها زمانی معرفی شد که اطمینان حاصل کردند که طعم آن به اندازه لاته با چربی معمولی خوب است. برای کسانی که علاقه خاصی به قهوه ندارند، ممکن است توجه بیش از حد برای مسائل کوچک و بی اهمیت به نظر برسد. اما روشی که استارباکس به شدت از ارزش‌های خود در حین رشد و تغییر شرکت حمایت کرد، قابل تحسین است. همانطور که در بخش بعدی متوجه خواهید شد، تغییرات زیادی در این فروشگاه اعمال شده است. نکته پنجم، سرمایه گذاری بالای منحنی سود دارد. همه ما می‌دانیم که عاقلانه است که در خرج کردن پول خود محتاط باشیم. صرفه جویی کنیم و فقط آنچه را که می‌توانیم خرج کنیم. اما در تجارت این بازی متفاوت است و اغلب لازم است ریسک‌های بزرگی را بپذیرید. حقیقت این است که اگر می‌خواهید موفق باشید، باید دست به کار شوید و سرمایه گذاری کنید. رشد چشمگیر و سریع استارباکس اگر سرمایه گذاری بالاتر از منحنی را شروع نمی‌کرد ممکن نبود، که به معنای سرمایه گذاری روی خود حتی قبل از نیاز به آن است. امروزه استارباکس 21,000 فروشگاه دارد. اما حتی زمانی که آنها فقط 20 نفر بودند، شولتز از قبل می‌دانست که می‌خواهد آن را توسعه بدهد. او به زودی متوجه شد که سرمایه گذاری‌هایش در یک زمینه بیشتر مورد نیاز است. استارباکس برنامه داشت که فروشگاه‌هایش را به 300 فروشگاه در آینده نزدیک افزایش دهد و به برشته کردن دانه‌های قهوه خودش ادامه دهد. برای این کار به امکاناتی برای برشته کردن نیاز داشت. امکانات برشته کردن فعلی آنها به سادگی در برابر آزمایش مقاومت نمی‌کرد. بنابراین نیاز به ساخت یک مورد جدید داشت. این شرکت همچنین نیاز به جذب یک تیم مدیریتی با عملکرد بالا داشت. تیمی که قبلاً با شرکت‌های بزرگ کار کرده بود و توانایی مدیریت رشد سریع را داشت. علاوه بر این به یک برنامه کامپیوتری پیچیده نیاز داشت که به صورت سفارشی برای مقابله با هزاران فروش شرکت در صدها مکان ساخته شده باشد. در مجموع این تغییرات نیازمند سرمایه‌گذاری بزرگ و پرخطر بود. بسیاری از سرمایه‌گذاران بین سالهای 1987 و 1989 نگران ضرر و زیان بودند و کسب و کار را برای تغییر استراتژی‌ها تحت فشار قرار دادند. اما آشکار شد که زیان‌ها نتیجه سرمایه‌گذاری است که هنوز نتیجه نداده و ویترین‌ها در واقع سود می‌دهند. بنابراین یک بار دیگر شولتز به اسلحه خود چسبید و سرمایه‌گذاری‌ها به مرور زمان نتیجه داد. تا سال 1990 استارباکس در حال کسب سود بود و پایه محکمی برای رشد بیشتر داشت. استارباکس در ضررهای اولیه خود تنها نبود.
اکثر شرکت‌ها در مراحل اولیه خود با مشکل مواجه هستند. اما اگر علت زیان شما به این دلیل است که شما در حال سرمایه‌گذاری بالاتر از منحنی رشد هستید، می توانید مطمئن باشید که شرکت شما در سالهای آینده سود خواهد کرد و گسترش خواهد یافت. همانطور که در بخش بعدی توضیح می دهیم، این استراتژی هم برای برنامه‌های تجاری و هم برای افراد اعمال می شود. نکته ششم، روی افرادی که باهوشتر از شما هستند سرمایه گذاری کنید و سپس به آنها اجازه دهید کار خود را انجام دهند. اجازه بدهید منطقی باشم. ما نمیتوانیم همه کارها را خودمان انجام دهیم. با این حال مافوقها به جای اینکه از مهارت‌های پرسنل باهوش خود به عنوان یک دارایی استفاده کنند، اغلب از سوی باهوشترین پرسنل خود احساس خطر می‌کنند. از سوی دیگر، شولتز به اندازه کافی باهوش بود که مدیریت را به افرادی که در زمینه‌های خاص خود تخصص داشتند بسپرد. برای مثال، زمانی که شولتز با چالش ایجاد یک برنامه کامپیوتری فروش برای صدها فروشگاه مواجه شد، برنامه‌نویسی را استخدام کرد که روی برنامه فروش مکدونالد کار کرده بود. او که در شرکتی به مراتب بزرگتر از استارباکس کار می‌کرد، بسیار مناسب این کار بود. شولتز به جای کنترل کردن او به او اعتماد کرد. به او پیشنهاد و اجازه داد برنامه فروش استارباکس را توسعه دهد. این برنامه هنوز در سراسر جهان استفاده می شود. این نشان می دهد که چقدر اعتماد داشتن ارزشمند است. پرسنل متخصصتان می دانند در مورد چه چیزی صحبت می کنند. بالاخره این کار تخصص آنهاست. در سال 1989 یک مدیر جدید به نام هوارد بهار به استارباکس پیوست. او به سرعت شروع به تغییر فرهنگ شرکتی کرد و آشکارا در مورد بسیاری از تاکتیک‌ها مخالفت کرد. ولی مشابه شولتز در روزهای اولیه کار در استارباکس نبود. در ابتدا کار با بهار برای برخی از مدیران استارباکس ناراحت کننده بود. اما یاد گرفتند که نقدهایش را به خاطر ارزش سازنده‌اش قبول کنند. با کمک او استارباکس از یک شرکت محصول محور به شرکتی با محوریت مردم تغییر مسیر داد. بهار مسئول اجتماعهای آزاد بود که به کارمندان استارباکس این فرصت را می‌دهد تا بازخورد خود را ارائه کنند. اگر مدیریت بهار را به دلیل احساس خطر رد می‌کردند، نمی‌توانستند از ایده‌های جدید و نوآورانه او سود ببرند. ایده هایی که استارباکس را به شرکت موفق امروزی تبدیل کرد. فقط داشتن ایده های جدید در یک شرکت حیاتی نیست. گاهی اوقات ایده های جدید از منابع دیگر می آید که منجر به همکاری های انقلابی می شود. در بخش بعدی می آموزید که استارباکس چگونه مشارکت خود را بهینه کرد و ارتقا داد. نکته هفتم، کار کردن با دیگران می تواند برندتان را احیا کند یا حتی در محصولتان تغییری اساسی ایجاد کند. اگر می خواهید در تجارت جلوتر باشید، شعار قدیمی اگر خراب نیست تعمیرش نکنید، آن را خراب نمی کند. از طرف دیگر، تجدید نام تجاری موفقیت شما را افزایش می دهد. نکته کلیدی این است که عوامل را قبل از اینکه از کار بایستند تغییر دهید. استارباکس موفق شد از تمدید نام تجاری محصولات قدیمی و سنتی قهوه استفاده کند. دان والنسیا دانشمند زیست پزشکی آزمایش بر روی قهوه را در سال 1988 آغاز کرد. تحقیقات او باعث شد تا عصاره قهوه تولید کند که سپس آن را تصفیه کرد تا اینکه کاملاً از قهوه واقعی و تازه دم شده قابل تشخیص نبود. او ایده خود را به فروشگاه محلی استارباکس برد. در آنجا مدیران بالاتر در سلسله مراتب استارباکس تحت تأثیر قرار گرفتند. استارباکس از عصاره قهوه استفاده کرد و اختراع والنسیا محصولاتی مانند بستنی با طعم قهوه و نوشیدنی‌های آماده در بطری را فراهم کرد. این محصولات را می‌توان در سوپرمارکت‌ها فروخت و استارباکس را در بازار وسیع‌تری محبوب کرد. راه دیگر برای ایجاد تجدید برند در شرکت شما همکاری با شرکت دیگری در یک سرمایه‌گذاری مشترک است.
در سال 1994 استارباکس شروع به همکاری با پپسی برای توزیع نوشیدنی‌های قهوه سرد کرد و فروش استارباکس را در مکان‌هایی که هیچ فروشگاهی وجود نداشت ممکن کرد. اما این رقابت آسانی نبود. در ابتدا شرکت‌ها نمی‌توانستند متفاوت‌تر از این باشند. استارباکس یک کسب و کار کوچک بود که در آن افراد به طور همزمان روی چندین پروژه مختلف کار می‌کردند. در حالی که کارکنان پپسی به تمرکز روی یک پروژه در طی یک زمان مشخص عادت داشتند. اما به جای به چالش کشیدن یکدیگر، هر دو شرکت تصمیم گرفتند که این تفاوت‌ها را مکمل یکدیگر ببینند و با چشمانداز مثبت شروع به جستجوی راه حل‌های برد کنند. به این ترتیب آنها توانستند فراپوچینوی بطری شده را به بازار عرضه کنند که به قدری محبوب بود که در فروشگاه‌ها بلافاصله پس از عرضه تمام می‌شدند. داشتن شهامت همکاری با دیگران برای ارتقای محصول خود می‌تواند نتیجه‌های زیادی داشته باشد و حتی می‌تواند شما را به یک بازار بین‌المللی سوق دهد. اما همانطور که یک شرکت گسترش می‌یابد، باید به روحیه تأسیس خود، اصول پشت سر موفقیت آن صادق باشد. همانطور که در بخش بعدی خواهیم شنید، استارباکس در تلاش است تا فرهنگ اصلی خود را زنده نگه دارد. نکته 8: برای یک شرکت بسیار مهم است که به اصولش پایبند باشد و مطمئن شود که کارمندانش راضی و خوشحال هستند. این یک داستان کلاسیک برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگی است که روح خود را می‌فروشند تا در بازی جلوتر بمانند. اما این موضوع برای استارباکس صادق نیست. در عوض این شرکت ابتکار عمل را برای صمیمی ماندن با کارمندان خود به عهده می‌گیرد. وقتی حدود 25,000 کارمند وجود دارد، کار آسانی نیست. استارباکس با ارائه سهام دانه قهوه، گزینه سهام، حس مشارکت را در بین کارکنان خود ایجاد می‌کند. او تمایل دارد دستمزد ساعتی بالاتری نسبت به استاندارد صنعت و همچنین مزایای دیگری مانند بیمه درمانی برای کارکنان و شرکای آنها ارائه دهد. شولتز شخصاً با هر فروشگاه از طریق ایمیل و پست صوتی ارتباط برقرار می‌کند و در هر منطقه جلسات فصلی را برای مدیران فروشگاه برگزار می‌کند تا با مدیریت پایگاه‌ها در ارتباط بماند. یک نظرسنجی در سال 1996 نشان داد که 88% از کارکنان از کار در استارباکس راضی بودند و 89% حتی به کار در استارباکس افتخار می‌کردند. نه تنها استارباکس در تلاش است تا از کارکنان خود محافظت کند، بلکه در تلاش است تا بر اصول زیست محیطی پایبند باشد. به عنوان مثال، لیوان‌های کاغذی یک بار مصرف آن یک مسئله زیست محیطی غالب است. لیوان‌های کاغذی یک بار مصرف مقدار نامناسبی ضایعات تولید می‌کنند. ناگفته نماند که گاهی اوقات نوشیدنی‌های داغ نیاز به 2 فنجان دارند. در حالی که فنجان‌های یک بار مصرف همچنان بخشی ضروری از تجارت هستند، استارباکس آستین‌های فنجانی را توسعه داد، به طوری که نوشیدنی‌های داغ دیگر نیاز به 2 فنجان ندارند. آستین‌ها از نیمی از مواد به عنوان 1 فنجان ساخته شده‌اند و به همان اندازه از دست افراد در برابر گرما محافظت می‌کنند. این فروشگاه‌ها همچنین لیوان‌های قابل استفاده مجدد می‌فروشند تا مردم را تشویق به کاهش ضایعات کنند. آنها فعالیتی به نام جاروهای سبز انجام می‌دهند که در این فعالیت کارمندان زباله‌ها را در اطراف محله خود جمع می‌کنند. هر شرکت بزرگی در خطر از دست دادن فرهنگ کسب و کار کوچکی است که از آن شروع شده است. اما همونطور که استارباکس نشان داده، میتوان به تقویت برند، اعتبار و وفاداری کارمندان و مشتریان ادامه داد. خلاصه پایانی: پیام کلیدی این اسمارت بوک این است: اگر می‌خواهید مانند استارباکس موفق شوید، به مشتریان خود ارزش‌های معتبر بدهید که به آنها اعتماد کنند. اگر می‌خواهید کسب و کارتان مانند استارباکس رشد کند، راههایی برای تجدید نام تجاری خود پیدا کنید و جمعی ایجاد کنید که به کارمندانش اهمیت می‌دهد.
توصیه عملی: سرسخت باش. اگر این بار با کاری مانند جمع‌آوری پول برای پروژه خود مشکل داشتید، به خاطر داشته باشید که پیشنهادات شولتز 217 بار از 242 باری که در ابتدا برای کسب و کار کافی شاپ خود سرمایه گذاری کرده بود رد شد. اگر واقعاً خواهان چیزی هستید، کلید رسیدن به آن در پشتکار نهفته است. پیشنهاد برای مطالعه بیشتر. ارائه شادی نوشته تونی هسی است. موضوع اصلی این کتاب کسب و کار به معنای واقعی کلمه، ارائه شادی در حالی است که زندگی پرشور و هدفمندی دارد. ارائه شادی داستان تونی هسی و شرکتش زاپو را روایت می کند و نشان می دهد که چگونه فکر کردن طولانی مدت و پیروی از علایق شما نه تنها می تواند منجر به سود شود، بلکه زندگی شادی را برای کارمندان، مشتریان و خودتان به همراه دارد. تمرکز این کتاب بر روایت یک رویداد جایگزین است که فرهنگ سازمانی را توصیف و بر مفهوم سادگی شاد کردن افراد اطرافتان تمرکز می کند و انجام این کار باعث افزایش شادی خودتان می شود. ویژه